سلام بینندگان عزیز، درس نوبتمان را از فن فیزیک آغاز می‌نماییم. موضوع درس امروزه ما حل مسئله‌های تکراری از قسم مکانیک میباشد. بینندگان عزیز، در درس‌های گذشته ما درباره قسم مکانیک پر معلومات داده بودیم. امروز برای آنکه مسئله حل کنیم یک بار دیگر فرمول اساسی قسم مکانیک را تکرار کرده میبریم. یکم چطوری که در درس‌های گذشته ما نقل کردیم، حرکت مکانیکی دو خیل می شود: حرکت راستخطه و حرکت کجخطه. بزرگایی که اساسی که حرکت راستخطه رو توصیف میدهند این سرعت، کوچیش و شتاب می باشند. سرعت فرمولش با فرمول V برابر S تقسیم T معین کرده می شود. در اینجا V سرعت، S کوچیش، T وقت. واحد سرعت در سیستم C متر تقسیم ثانیه می باشد. دوم، شتاب A برابر V طرح V0 تقسیم T، یعنی تغییریابی وکتور سرعت رو در واحد وقت شتاب میگویند. شتاب در اینجا A شتاب، V سرعت جسم در لحظه داده شده وقت، V0 سرعت ابتدایی، T وقت. واحد شتاب در 30 متر تقسیم ثانیه کوادرات می باشد. اکنون ما گفته بودیم که حرکت راستخطه سه خیل می شود: حرکت راستخطه منتظم، حرکت راستخطه ثابت شتاب و حرکت راستخطه نامنتظم. ما مسئله های معادله های این نمود حرکت رو می نویسیم. کوچیش در حرکت کوردینات جسم در حرکت راستخطی منتظم x برابر x0 جمع v ضرب t. در اینجا x0 کوردینات ابتدایی، x کوردینات جسم در لحظه داده شده وقت، v سرعت، t وقت. کوچیش ما میدونیم که از کوردینات اخیره x کوردینات اوله رو ترک کنیم حاصل می شود کوچیش. یعنی از اینجا حاصل میکنیم کوچیش در حرکت راستخطی منتظم S برابر V ضرب T. اکنون حرکت راستخطی ثابت شتاب. در حرکت راستخطی ثابت شتاب کوردینات جسم چنین تغییر می‌یابد: x برابر x0 پلس V0 T پلس مینوس AT کوادرات تقسیم 2. کوچیش در اینجا x کوردینات جسم در لحظه داده شده وقت، x0 کوردینات ابتدایی، v0 سرعت ابتدایی، t وقت، a شتاب. کوچیش در حرکت راستخطی ثابت شتاب s برابر v0 t پلس مینوس AT کوادرات تقسیم 2. در اینجا S کوچیش، V0 سرعت ابتدایی، T وقت، A شتاب. سرعت در حرکت راستخطی ثابت شتاب V برابر V0 پلس مینوس AT. اکنون برای چی ما در اینجا پلس مینوس گذاشتیم؟ برای آنکه اگر حرکت تیز شونده باشد در همین معادله ها پلس استفاده برده می شود. اگر حرکت سست شونده باشد مینوس استفاده برده می شود. اگر سرعت ابتدایی من همین V0 سرعت ابتدایی برابر 0 باشد، V0 برابر 0 باشد، آنگاه ما معادله کوچیش و سرعت را در نمود زیرین نوشته می توانیم: S برابر AT کوادرات تقسیم 2 V برابر AT.
یکی از مثال‌های حرکت راسخطی ثابت‌شتاب این حرکت افتشی آزاد میباشد که معادله‌های حرکت افتشی آزاد در وابستگی با حرکت راسخطی ثابت‌شتاب در نمود زیرین نوشته می‌شود. y برابر y0 پلس v0t پلس مینوسی gt کوادرات تقسیم 2. بجای x y می‌باید بجای s h بلندی h برابر v0t پلس مینوسی gt کوادرات تقسیم 2 و برابر v0 پلس مینوسی gt. انا اکنون در اینجا فقط بزرگی g نامعلوم است که ما اون رو شرح میدیم. g در اینجا شتاب افتشی آزاد می باشد که در سطح زمین g برابر 9.8 متر تقسیم ثانیه کوادرات و 9.8 متر تقسیم ثانیه کوادرات برابر است. انا اکنون این درباره حرکت راسخطی منتظم، حرکت راسخطی ثابت‌شتاب، حرکت افتشی آزاد. یکم حرکت راسخطی منتظم، دوم حرکت راسخطی ثابت‌شتاب، سوم حرکت افتشی آزاد. اکنون حرکت راسخطی نامنتظم. در حرکت راسخطی نامنتظم از فرمول سرعت میانه استفاده برده می شود. یعنی فرمول سرعت میانه v برابر s1 جمع s2 جمع و هکذا جمع s_n تقسیم t1 جمع t2 جمع و هکذا جمع t_n. بزرگی که حرکت کشخطه را توصیف میدهند، یکم سرعت کنجی اومگا برابر دلتا فی تقسیم دلتا ت. واحد سرعت کنجی در سیستم بین الخلقی رادیان تقسیم ثانیه می باشد. دوم شتاب کنجی بیتا برابر اومگا طرح اومگا 0 تقسیم ت. در اینجا بیتا شتاب کنجی، اومگا سرعت کنجی، اومگا 0 سرعت کنجی ابتدایی ت وقت. واحد شتاب کنجی در سی رادیان تقسیم ثانیه کوادرات می باشد. سوم دور گردش، یعنی کوتاه‌ترین فاصله وقتی که در آن یک گردش پورا به عمل میاد دور گردش نامیده می شود. یعنی ت برابر ت تقسیم n. در اینجا ت دور گردش، ت وقت گردش، n شماره گردش ها. واحد دور گردش در سی ثانیه می باشد. چهارم بسامد گردش. بسامد گردش با حرف نو اشاره کرده می شود. یعنی عدد گردش ها را در واحد وقت بسامد گردش می گویند. در اینجا نیو بسامد گردش، n شماره گردش ها یا عدد گردش، ت وقت. واحد بسامد گردش در سی هرتز می باشد. یک هرتز برابر یک تقسیم ثانیه. پنجم ماسا، حجم جسم ها وابسته به شکل گئومتریشون می نویسیم v برابر a ضرب b ضرب c. در اینجا v حجم پاراللپت راسکنجه، a درازی، b بر، c بلندی. یعنی حجم پاراللپت راسکنجه به حاصل ضرب درازی، بر و بلندی اون برابر می باشد. حجم کره 4 تقسیم 3 پی ار کوب. حجم سیلیندر v برابر پی ار کوادرات اش. انا اکنون قانون دیوم نیوتن می نویسیم F برابر M ضرب A یا A برابر F تقسیم M. در اینجا F قوه،
ام ماسا آ شتاب. یعنی شتابی رو که جسم در زیر تاثیر قوه نتیجوی به آن سایه می شود، با بزرگی این قوه متناسب راسته و با ماسه جسم متناسب چپ می باشد. واحد قوه درسی نیوتن می باشد. قانون 3 نیوتن F1 برابری مینوس F2. یعنی اگر یک جسم با جسم دیگر با قوه F1 تاثیر کند، آنگاه جسم دیوم نیز با جسم یکم با قوه F2 تاثیر میکند. این قوه ها از روی یک خط راست روانند، قیمت های عددی یخیله ولی سمت های گون دارند. آن اکنون از قانون دوم نیوتن استفاده برده بزرگی دیگر را حاصل میکنیم که اون را ایمپولس جسم میگویند. یعنی حاصل ضرب ماسه و سرعت جسم را ایمپولس جسم میگویند. P برابری M ضرب V. واحد در اینجا P ایمپولس جسم، M ماسه و سرعت حرکت جسم. واحد ایمپولس در C کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه می باشد. نهم، ما میدانیم که در قسم مکانیکا نمودهای گوناگون قوه ها وجود دارد، بنابراین هر یک آنها را می نویسیم. یکم قوه چندری برابری مینوسی K دلتا X. در اینجا F چه قوه چندری، K سختی پروژینا یا سختی جسم، دلتا X بزرگی دفورماسیا. دهم قوه سایش F3 برابری میو N. در اینجا F3 قوه سایش، میو ضریب سایش N ریاکسی قوه ریاکسی تکیه گو. هنگامی حرکت جسم در همواری افقی قوه سایش نمودی F3 برابر میو mg رو میگیرد. 11 قانون جاذبه عمومی جهانی میگوید که در بین دو جسم از هم دیگر در یگان مسافه واقع شده قوه تاثیر میکند که اون به حاصل با فرمول F برابر G m1 m2 تقسیم r کوادرات با حاصل ضرب ماسه آنها متناسب راسته بوده با کوادرات مسافه بین آنها متناسب چپ می باشد. در اینجا F قوه جاذبه، G دائمی گراویتاسیا، G برابر 6.67 ضرب 10 درجهش مینوس 11 نیوتن ضرب متر کوادرات تقسیم کیلوگرم کوادرات. بعد از اون میگوید قوه وزنی، قوه را که 12 قوه را که با اون زمین جسم رو به خود جذب میکند قوه وزنی مینامند با فرموله F برابری mg ifade کرده میشه. 13 وزن جسم، قوه را که با اون جسم هنگامی به زمین جذب شدنش به تکیهگاه یا آویزه تاثیر میکند وزن جسم میگویند. هنگامی آرام بودن تکیهگاه یا آویزه وزن جسم به قوه وزنی برابر میباشد. یعنی وزن جسم با حرف P اشاره کرده میشد، P برابر mg. اگر تکیهگاه یا آویزه با شتاب A به بالا حرکت کند آنگاه P برابر mg جمع A، یعنی حادثه زیاد وزنی روی میدهد. 15 اگر تکیهگاه یا آویزه به سمت پایان حرکت نماید آنگاه حادثه کم وزنی P برابر mg طرح A، یعنی وزن جسمی که در داخل جسمی حرکت کننده واقع است هنگام بالا روی و پایان روی با فرمول P برابر mg پلس A و P برابر m ضرب G طرح A حساب کرده میشه. و بعد از آن کاری مکانیکی، یعنی 16 A برابری کار با حرف A اشاره کرده میشود، A برابر F ضرب S ضرب کوسینوس آلفا. 17 در اینجا A کار، F قوه، S کوچیش، کوسینوس آلفا این کنج بین قوه و کوچیش. واحد کاری مکانیکی در سیستم بین الخلقی جول می باشد. 17 کار قوه وزنی، کار قوه وزنی A برابری mgh. کار قوه 18
کار قوه چندیری a برابری kx کوادرات تقسیم 2. انا اکنون 19 توانایی کاری در واحد وقت اجرا شده را توانایی میگویند. یعنی توانایی با حرف n اشاره کرده می شود برابر a تقسیم t. واحد توانایی در 30 وات می باشد. یعنی در اینجا n توانایی a کاری اجرا شده t واحد وقتی که در اون کار اجرا کرده می شود. من بعضی فرمولای اساسی رو که در قسم مکانیک گذاشته بودیم ما یک بار دیگر تکرار کردیم. اکنون برای حل کردن مسئله ها آغاز می نماییم. مسئله رقم 1 معادله حرکت راست خطه منتظم جسم نمود x برابر x برابر 200 جمع 4 t رو دارد. جسم در 30 ثانیه چقدر راه را طی میکند؟ یعنی t برابر 30 ثانیه. S یافته شود. ما اول در اینجا x کوردینات اخیره 200 کوردینات اوله یعنی کوردینات ابتدایی به 200 متر برابر بوده است. 4 خیلی بزرگی سرعت t وقت. ما یکم برای حل کردن قیمت آن همین در معادله داده شده به جای t 30 ثانیه گذاشته مسئله رو حل میکنیم. یعنی کوردینات اخیره رو معین میکنیم. x برابر 200 جمع 4 ضرب 30 برابر 4 ضرب 30 120 جمع 200 میشود 320 متر. اکنون برای راه طی کرده را معین کردن از کوردینات اخیره کوردینات اوله را کوردینات اوله 200 طرح میکنیم. یعنی s برابر x طرح x0 برابر 320 متر طرح 200 متر برابر 120 متر. یعنی راه طی کرده به 120 متر برابر بوده است. مسئله رقم 2 حرکت دو جسم با معادله های x1 برابر 5t و x2 برابر 120 طرح 10t توصیف کرده می شود. این جسم ها کی و در کجا وامی خورند؟ شرط کوتاه مسئله را می نویسیم. داده شده است x1 برابر 5t x2 برابر 120 طرح 10t یافته شود وقتی واخوری و جای واخوری x یافته شود. کوردینات حل ما میدونیم که از شرطی در جای واخوری کوردینات این جسم‌های حرکت کننده برابر بودن استفاده میبریم. یعنی x1 برابر x2 یعنی جسم‌ها وقتی که با هم دیگر واخوردن کوردینات اونها برابر میشه. از اینجا می نویسیم 5t به جای x1 به جای x2 می نویسیم 120 طرح 10t. نامعلوم ها را به یک طرف میگذاریم و معادله را حل میکنیم. 5t مینوس 10t از برابر این طرف گذرد جمع شود جمع 10t برابر 120. 5t جمع 10t میشود 15t برابر 120.
در اینجا ت برابری 120 تقسیم 15 می شود 8 ثانیه. اکنون ما وقتی تا واخوردن در کدام وقت تا جای واخوری این جسم ها می روند معاین کردیم، یعنی ت برابری 8 ثانیه. اکنون برای کوردینات رو معاین کردن همین یا در معادله یکم یا در معادله دوم قیمت ت رو گذاشته کوردینات جای واخوری آنها رو معاین میکنیم. یعنی x1 برابر 5 ضرب به جای ت میگذاریم 8 ثانیه، این برابر 40 متر. اگر در معادله دوم هم گذاریم باید همون 40 متر برآید، یعنی اینا میسنجیم x2 برابر 120 طرح 10 ضرب به جای ت میگذاریم 8 ثانیه. این هم برابر 40 متر. با همین درس امروزی ما به آخر رسید. خوش باشید تا درس‌های آینده.